بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با حل این انتگرال در خدمت شما دوستان هستیم. همونطور که می‌بینید در این انتگرال، در انتگرال ده این انتگرال ما عامل x2 منهای 1 رو داریم. همونطور که در ویدیوهای قبل گفتیم، موقعی که ما عامل x رادیکال x2 منهای a2 رو داشته باشیم در یک انتگرال ده، میایم و در حقیقت از این تغییر متغیرگیری استفاده میکنیم. x رو میگیریم a سکانت u که خب اینجا a 1 هست، بنابراین دی x من برابر میشه با u سکانت u تانژانت u دی u. خب من اگه اینو جایگذاری کنم در این انتگرال، ما خواهیم داشت به جای دی x هم بذارم سکانت u تانژانت u دی u. در مخرج هم به جای x هم میذارم سکانت u. x2 میشود سکانت 2 u منهای 1. خب این قسمت رو من جدا میکنم. دوستان حتما به خاطر دارید که 1 به اضافه تانژانت 2 u برابر میشه با سکانت 2 u. این یک قاعده ای هست که در نسبت‌های مثلثاتی برقرار بین تانژانت و سکانت. خب من این رو جایگذاری میکنم در انتگرال. بنابراین اینجا سکانت u و سکانت u ساده میشه، صورت میشود تانژانت u دی u، مخرجم میشود به جای سکانت 2 u منهای 1 طبق این قاعده من میتونم بذارم تانژانت 2 u. خب مجددا این انتگرال رو مینویسم. وقتی این انتگرال رو ساده کنیم، این توان با این در حقیقت رادیکال فرجه 2 ساده میشه تانژانت u. تانژانت u با تانژانت u ساده میشه و از بین میره و فقط دی u رو داره و دی u هم برابر هست با در حقیقت خود u به اضافه c. خب u من چی بود؟ u من بود سکانت اینورس x به اضافه c که طبق اون تغییر متغیری که گرفتیم مقدار u هم برابر با. بنابراین حاصل انتگرال من می شود سکانت اینورس x به اضافه c. یعنی اگر چنانچه که من از این تا به مشتق بگیرم، حاصلش می شود این. خیلی ممنون از توجهی که کردید. در ویدیوهای بعدی در ادامه با شما خواهیم.